سلام، من مریم هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. اگه دنبال یه نون نرم و خوشمزه برای کنار غذاهاتون یا اسلایدرهای خوشمزه هستین، این دینر رولای خونگی بهترین گزینه‌ان. توی این ویدیو قدم به قدم طرز تهیه‌شون با همه نکات لازم رو بهتون میگم. آرد رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. توی کاسه 1 و 1/2 پیمانه یا 180 گرم و تو کاسه بعدی 1 و 3/4 پیمانه یا 240 گرم آرد میریزیم. فقط حواستون باشه که بیشتر از اون چیزی که گفته شد آرد نریزید، چون بافت نون خراب میشه. 1 پیمانه یا 240 میل شیر گرم رو داخل کاسه میریزیم. 1 قاشق غذاخوری مخمر فوری بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم. حالا قسمت اول آردو که 1 و 1/2 پیمانه یا 180 گرم بود و به موادمون اضافه میکنیم. حالا مواد رو خوب با هم میزنیم. 5 قاشق غذاخوری یا 71 گرم کره به دمای محیط رسیده و نرم شده رو به موادمون اضافه میکنیم. حالا دوباره خوب هم میزنیم تا مواد کامل با هم مخلوط بشن. 3 قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم. و دوباره خوب هم میزنیم. 1 عدد تخم مرغ به دمای محیط رسیده رو به مواد اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم. حدود 5 دقیقه هم میزنیم تا مواد یک دست بشه. حالا بقیه آرد رو اضافه میکنیم. باز هم حدود 5 دقیقه هم میزنیم تا مواد کامل یک دست بشه. حالا سطحمون آرد پاشی میکنیم و خمیر رو روش انتقال میدیم. حالا به همین شکلی که میبینید خمیر رو ورز میدیم. بهتره دیگه آرد اضافه نکنید. با ورز دادن چسبندگی خمیر از بین میره و خمیر صاف و یک دست میشه. یک کاسه رو چرب میکنیم کامل و خمیر رو داخلش میذاریم و روش رو میپوشونیم. حدود 1 ساعت و نیم خمیر باید استراحت کنه تا حجمش 2 برابر بشه. همونطور که میبینید بعد از 1 ساعت و نیم استراحت حجم خمیر 2 برابر شده. حالا خمیر رو به سطح کار انتقال میدیم و به صورت مستطیل پهنش میکنیم و به 15 قسمت مساوی تقسیمش میکنیم. اگه چونه ها رو وزن کنین با ترازو خیلی بهتره که اندازه ها مساوی بشه. وزن هر چونه تقریبا باید 55 گرم باشه. هر چونه رو همینطوری که تو فیلم میبینید به شکل توپی در میاریم. بین دستامونم باز میچرخونیمش تا کامل یک دست بشه. حالا کف ظرفم با کره چرب میکنیم
و هر چونه‌ای که آماده کردیم داخلش میذاریم. خب من ظرفم رو عوض کردم، ظرفم رو شیشه‌ای کردم که کامل روند پختش رو ببینم. سر ظرف رو میپوشونیم و میذاریم که 45 دقیقه دوباره استراحت کنه تا حجمش 2 برابر بشه. بعد از 45 دقیقه همونطور که میبینید حجمشون 2 برابر شده. حالا میذاریم تو فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم شده به مدت 25 دقیقه بپزه تا روش کامل طلایی شه. اینم از دینر رولای نرم و خوش عطرمون. حتما امتحانش کنید چون واقعا یه سطح جدید از نون خونگیه. اگه دوست داشتید حتما روشو کره آب شده بزنید چون یه شاین خیلی قشنگی بهش میده. بافتش رو ببینید که چقدر نرم و پوکه. اینا نه تنها کنار غذا عالیان بلکه برای ساندویچ‌های کوچیک و اسلایدرام بی‌نظیرن. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، برام کامنت بذارید و برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال منو سابسکرایب کنید.